آلویس هیتلر و همسر سومش کلارا پولزل تولد فرزند چهارمشان را جشن گرفتند. پسری که نام او را آدولف گذاشتند. فرزندی که هرگز فکر نمی‌کردند روزی جهان را تغییر دهد. در طول کودکی او خانواده چندین بار نقل مکان کردند. از جمله به شهر پاساو در آلمان. در این شهر آدولف جوان آلمانی را با لهجه باورایی آموخت. لهجه‌ای که تا پایان عمر در سخنرانی‌هایش مشهود بود. پس از بازنشستگی پدر از اداره گمرک، خانواده به هافلت مهاجرت کردند و به زنبورداری و زراعت مشغول شدند. آدولف جوان رابطه‌ای بسیار پرتنش با پدر داشت. نوجوانی او همراه بود با طغیان دائم در برابر سختگیری اولیای مدرسه و پدر. در نهایت به اجبار پدر در سال 1900 راهی مدرسه فنی لینز شد. او که نمی‌خواست راه پدر را به عنوان کارمند دولت دنبال کند، در دبیرستان شروع به سرکشی کرد و با عدم موفقیت در دروس نهایتاً آنها را رها کرد. پدر در سال 1903 درگذشت و آدولف جوان آزاد شد تا رویای هنرمند شدن را دنبال کند. با وجود این پس از 2 بار تلاش در آکادمی هنرهای زیبایی وین پذیرفته نشد. پس از مرگ مادرش در سال 1908 آدولف هیتلر به وین نقل مکان کرد و چون پولی نداشت در خوابگاه‌های شبانه روزی و پناهگاه بیخانمانان زندگی می‌کرد. او برای امرار معاش به کارگری و فروش نقاشی‌های خود از مناظر وین روی آورد. در سالهای اقامت در وین بود که به سیاست علاقه‌مند شد. جو فضایی که در آن زندگی می‌کرد و منابع مورد مطالعه‌اش بسیاری از ایده‌های نازی و یهودی‌ستیزانه را در او شکل و بست دادند. در سال 1913 آدولف هیتلر به مونیخ رفت و سال بعد با شروع جنگ جهانی اول به خدمت هنگ پیاده نظام بایرن درآمد. در اکتبر 1914 به بلژیک اعزام شد. در جنگ خدمت کرد و نشان درجه 1 و درجه 2 صلیب آهنین و نشان زخم سیاه را دریافت کرد. هیتلر 2 بار در طول جنگ مجروح شد، یک بار از ناحیه پا و بار دیگر از ناحیه چشم. در برلین بود که خبر آتش‌بس و شکست آلمان در جنگ جهانی اول منتشر شد. آدولف هیتلر نیز مانند بسیاری از دیگر آلمانی‌ها بر این باور بود که شکست ویرانگر کشور نه دستاورد متفقین که ناشی از خائنین میهم فروش داخل کشور است. او معتقد بود که آلمان از غیر نظامیانی چون یهودیان، مارکسیست‌ها و مجرمان نوامبر از پشت خنجر خورده است. پس از بازگشت به مونیخ در سال 1918 هیتلر به علت نداشتن مدرک تحصیلی و چشمانداز شغلی در ارتش ماند و کمی بعد برای نفوذ در حزب کارگران آلمان به این حزب پیوست. هدف این حزب اتحاد منافع طبقه کارگر با ناسیونالیسم قوی آلمانی بود. شخصیت کاریزماتیک و فن سخنوری ماهرانه هیتلر او را در مراتب حزب پیش برد و در سال 1920 با ترک ارتش مسئول تبلیغات حزب شد. حزب کارگران آلمان نام خود را به حزب ناسیونال سوسیالیست کارگران آلمان یا همان حزب نازی تغییر داد و آدولف هیتلر شخصا نماد آن را طراحی کرد. نماد باستانی صلیب شکسته در دایره سفید با پس زمینه قرمز، نمادی که در سالهای بعد قدرتی وحشتناک به خود گرفت. در غروب 8 نوامبر 1923 اعضای نیروی شبه نظامی حزب ملی کارگران سوسیالیست آلمان به زور وارد سالن آبجو فروشی شدند، جایی که یکی دیگر از رهبران جناح راست در حال سخنرانی برای جمعیتی 3000 نفری بود. آدولف هیتلر با در دست داشتن یک کفتیر آغاز یک انقلاب ملی را اعلام کرد و با پلیس درگیر شد. هیتلر به سرعت فرار کرد و به خانه یکی از دوستانش گریخت و به روایتی به خودکشی اندیشید. او و دیگر شورشیان دستگیر و محاکمه شدند. این کودتا گرچه به طرزی آسفبار شکست خورد، هیتلر را به یک شخصیت ملی تبدیل کرد و او را در چشم بسیاری از آلمانیان به عنوان قهرمان ناسیونالیسم جناح راست شناساند. آدولف هیتلر به اتهام خیانت محاکمه و به 5 سال زندان محکوم شد، اما تنها 9 ماه را آن هم در آسایشی نسبی در قلعه لندسبرگ گذراند. در همین دوران بود که کتاب نبرد من را با عنوان اولیه 4 سال و نیم مبارزه علیه دروغ، حماقت و بزدلی نوشت. کتابی که جلد اول آن در سال 1925 منتشر شد. هیتلر جلد دوم را پس از آزادی و در هنگام استراحت در منطقه کوهستانی به پایان رساند. این کتاب که در ابتدا فروش متوسطی داشت، با ظهور دوباره هیتلر در عرصه قدرت به پرفروش‌ترین کتاب آلمان پس از کتاب مقدس تبدیل شد و تا سال 1940 در حدود 6 میلیون نسخه از آن به فروش رسید. دومین کتاب آدولف هیتلر که با نام کتاب دوم نوشته شد، به نظرات او در امور مربوط به سیاست خارجی می‌پرداخت. اولین ترجمه انگلیسی این کتاب در سال 1962 با عنوان کتاب مخفی هیتلر منتشر شد.
دولت باوریا اندکی قبل از عفو مشروط آدولف هیتلر سعی کرد او را به اتریش بازگرداند، اما به علت حضور او در ارتش آلمان تابعیت اتریشی‌اش بی‌اعتبار شده بود و آدولف هیتلر در 7 آوریل 1925 رسما از تابعیت اتریشی خود انصراف داد. پس از آزادی از زندان، فرصت تحریک سیاسی برای هیتلر محدود شد، چرا که در این دوران آلمان از وضعیت جنگی خارج شده بود و اقتصاد رو به بهبود می‌رفت. هیتلر به ناگزیر پذیرفت که به اقتدار ایالات احترام بگذارد و صرفاً به شیوه دموکراتیک به دنبال کسب قدرت سیاسی باشد. با وجود این، مقامات باوریا پس از سخنرانی تحریک‌آمیز آدولف هیتلر در 27 فوریه 1925 او را از سخنرانی عمومی منع کردند. ممنوعیتی که تا 1927 ادامه داشت. اما هیتلر علیرغم این ممنوعیت در جهت نیل به جاه طلبی‌های سیاسی خود 3 تن از دوستان خود را برای تنظیم و گسترش حزب نازی در شمال آلمان به خدمت گماشت. گریگور اشتراسر با تأکید بر عناصر سوسیالیستی برنامه حزب مسیر سیاسی مستقل‌تری را در پیش گرفت. در 24 اکتبر 1927 بازار سهام ایالات متحده سقوط کرد. این پیش آمد بر اقتصاد آلمان تأثیری هولناک گذاشت. سقوط برخی از بانک‌های بزرگ و بیکاری میلیون‌ها آلمانی. حزب نازی فرصت را برای تحکیم خود مغتنم شمرد. آنها وعده دادند که معاهده ورسای را دوباره رد کرده و ضمن تقویت اقتصاد فرصت‌های شغلی ایجاد کنند. انتخابات سپتامبر 1930 منجر به فروپاشی یک ائتلاف بزرگ و جایگزینی آن با کابینه اقلیت شد. حکمرانی از طریق فرمان به هنجاری جدید مبدل گردید و راه را برای تشکیل حکومت استبدادی هموار کرد. حزب نازی در انتخابات 1930 با کسب 18.3% آرا و 107 کرسی پارلمان به دومین حزب بزرگ پارلمان تبدیل شد. اگرچه آدولف هیتلر در سال 1925 تابعیت اتریشی خود را رد کرده بود، تقریباً تا 7 سال بعد نتوانست تابعیت آلمان را به دست آورد. به عبارتی او بدون تابعیت بود و از نظر قانونی نمیتوانست برای مناصب دولتی کاندید شود. علاوه بر این با خطر اخراج نیز مواجه بود. در 25 فوریه 1932 یکی از اعضای حزب نازی دیتریش کلاگس که وزیر داخلی ایالت برانزویک بود، هیتلر را به عنوان مدیر هیئت ایالتی به رایشسترات در برلین منصوب کرد و اینچنین هیتلر را شهروند برانزویک و بنابراین آلمانی قلمداد کرد. آدولف هیتلر به نمایندگی از حزبش در انتخابات 1932 شرکت کرد و گرچه رقابت را به هیندنبورگ باخت، به عنوان وزنه قوی در سیاست آلمان شناخته شد. چندی بعد هیندنبورگ گرچه با اکراه هیتلر را به مقام صدر اعظمی منصوب کرد. هیتلر در مقام صدر اعظم در تشکیل دولت تمام نیروی خود را برای شکست احزاب مخالف به کار بست و سرانجام در 23 مارس 1933 با تصویب قانون توانمندسازی دولت هیتلر به یک دیکتاتوری قانونی تبدیل شد. به سرعت دیگر حزب‌های سیاسی و اتحادیه‌های کارگری منحل و رهبران آنها دستگیر شدند. در 14 ژوئیه 1933 حزب نازی تنها حزب سیاسی قانونی در آلمان اعلام شد. در سال 1933 آلمان از نظر دیپلماتیک منزوی شد با نظامی ضعیف و همسایگان متخاصم. هیتلر در سخنرانی ماه می با لحنی آشتی جویانه مدعی شد که آلمان در پی صلح و خلع سلاح است، هرچند هدف اصلی او در پس این استراتژی مماشات، تسلط و گسترش ایده خلق بود. در اوایل سال بعد هیتلر آلمان را از جامعه ملل خارج کرد و در جهت پیشبرد برنامه‌های آتی خود به تقویت نظامی کشور پرداخت. با درگذشت هیندنبورگ در 2 اوت 1934 رهبران نظامی موافقت کردند که ریاست جمهوری و صدر اعظمی را ترکیب کنند و بدین ترتیب آدولف هیتلر رسما به عنوان پیشوا نامگذاری شد و پس از چندی شخصا فرماندهی کل قوای مسلح رایش را بر عهده گرفت. تا فوریه 1938 تمامی ژنرال هایی که متهم به عدم همکاری با حزب نازی بودند پاکسازی شدند. هیتلر به نژاد یا ایده پاک بودن قومی معتقد بود و در نظر داشت که نژاد آریایی را در رأس قرار دهد. از نظر او واقعی ترین تجسم اتحاد مردم آلمان نه در یک حکومت دموکراتیک و پارلمانی که در یک رهبر عالی یا پیشوا نمود پیدا می‌کرد. در 15 سپتامبر 1935 تصویب قانون نورنبرگ یهودیان را از تابعیت آلمانی محروم کرد و آنها را از ازدواج یا داشتن رابطه خویشاوندی با آلمانیان منع کرد. در چند سال بعد یهودیان از حق رأی محروم شدند و حقوق مدنی و سیاسی آنها سلب شد. علاوه بر یهود ستیزی فراگیر، دولت آدولف هیتلر کوشید تا با سوزاندن کتاب‌ها، سفارشی کردن روزنامه‌ها، استفاده از رادیو و فیلم برای اهداف تبلیغاتی و اجبار معلمان سراسر نظام آموزشی آلمان به پیوستن به حزب سلطه فرهنگی نازیسم را به وجود آورد.
بیشتر آزار و اذیت یهودیان و مخالفان سیستم از طریق پلیس مخفی و نیروهای اس انجام میشد. در مارس 1933 آدولف هیتلر دستور اشغال کرانه چپ غیر نظامی راین را داد. در طول 2 سال بعد آلمان با ایتالیا و ژاپن متحد شد، اتریش را تصاحب کرد و علیه چکسلواکی شورید. تمامی این اقدام‌ها بدون مقاومت بریتانیای کبیر، فرانسه یا دیگر اعضای جامعه ملل بود. هیتلر در می 1939 بار دیگر بر اتحاد با ایتالیا مهر تایید زد و سپس با اتحاد جماهیر شوروی پیمان عدم تجاوز امضا کرد. در اول سپتامبر 1939 نیروهای نازی به لهستان حمله کردند و سرانجام بریتانیا و فرانسه به آلمان اعلام جنگ کردند. از آغاز سال 1933 اس شبکه‌ای از اردوگاه‌های کار اجباری مانند اردوگاه داخاو را برای نگهداری یهودیان و دیگر مخالفان رژیم نازی تأسیس کرده بود. پس از شروع جنگ نازی‌ها از اخراج یهودیان به نابودی آنها روی آوردند. جوخه‌های متحرک مرگ کل جوامع یهودی را در طول تهاجم شوروی اعدام کردند و شبکه اردوگاه‌های کار اجباری موجود به اردوگاه‌های مرگ مانند اردوگاه آشویتس می‌انجامید. با شکست آلمان در استالینگراد و فرود نیروهای آمریکایی در شمال آفریقا، ورق علیه آلمان‌ها برگشت. در این شرایط هیتلر به شکلی فزاینده منزوی و وابسته به داروهای تجویز شده توسط پزشک شخصیش شد. چندین سوء قصد به جانش برنامه‌ریزی شد، از جمله بمبگذاری در ژوئیه 1944 و در خلال کنفرانسی در مقر هیتلر در پروس شرقی. پس از ژانویه 1945 او در پناهگاهی در زیر ساختمان سفارتخانه در برلین پنهان شد. در نیمه شب 28 یا 29 آوریل با اوا براون در پناهگاه برلین ازدواج کرد و پس از دیکته کردن وصیت‌نامه سیاسی خود در 30 آوریل به خود شلیک کرد. اوا براون نیز با سم به زندگی خود پایان داد. اجساد آنها طبق دستور هیتلر سوزانده شد.